هنوزم باید این خوابا رو ببینم. تا حالا شده برای یه مدت تمرکزت رو به کل از دست بدی و تنها فکر و خیالی که تو سرت داری برگرده به یه حسی که گاهم پشتش خاطره ای رو حمل میکنه، خاطره ای که باعث میشه ستون فقراتت به لرزه در بیاد و عرق سرد روی کمرت بشینه. اون موقع است که نفسات به شماره در میاد و سرماست که آروم آروم از پاهاش شروع میکنه به هجوم آوردن سمت سرت. این حسیه که باعث میشه کنترلت رو از دست بدی و نتونی به انجام هیچ کاری حتی فکر کنی. ترس تقریبا یه همچین چیزیه. به طور کلی دلیلی پشتش نیست و حتی بعضا غیر قابل توضیحه. خیلی وقتها حتی خودت هم نمیدونی که چرا وجود داره. میدونی که ترست غیر منطقیه، اما دونستنش قرار نیست بهت کمکی کنه. تو هنوز هم لولیدن این ترس رو داری توی خودت حس میکنی. چهرهایی پشت اون وجود نداره، فقط هست و خواهد موند. حتی تعریف این ترس باعث سردر گرفتنت میشه، چه برسه که بخوای اونو به تصویرم بکشی. هر بار که به دنبال چرایی برای این ترس گشتم، یهو به خودم اومدم و دیدم نه تنها جوابی پیدا نکردم، بلکه بین چراهای بیشتری هم محبوس شدم. و هر بار فقط به این نتیجه رسیدم که همیشه هم چیزی وجود نداره. خیلی اوقات حتی نمیتونی که دلیلی برای چیزهای ساده تر از ترسم پیدا کنی. در ادامه براتون از این که این خوبه یا بد بیشتر حرف میزنم، اما برای الان میخوام یه داستان بگم. داستان پسری که عاشق دریا بود. حتی یه حوض کوچولو با 4 تا ماهی قرمز برای اینکه کل روزو بتونی از دستش خلاص بشی کافی بود اسم دریا رو جلوش بیاری تا بتونی آتیش بازی رو توی چشماش ببینی. خب اون بچه دیگه وجود نداره، جاشو داده به من، کسی که دیگه هیچ وقت نمیتونه برای دریا ذوق و شوق داشته باشه، کسی که درگیر ترسیه که حتی نمیتونه اسمشو به زبون بیاره. یه فوبیای چند رشته‌ای به اسم سالاسوفوبیا که پایه و اساسش دریاه. تبدیل شدن به آدمی که با نگاه کردن به دریا دستاش سر میشه، سرش گیج میره و ضربان قلبش دیوانه وار شروع میکنه به بالا رفتن و هنوز هم نتونسته منشأ این همه سردرگمی رو پیدا بکنه. شاید حسش توی اون تاریکی ها گم شده. وقتتون رو نمیگیرم، بیایم برگردیم سر داستان اصلی، داستان پسری که عشقی که به دریا داشت تبدیل به ترس شد. هنوزم جزئیات اون روز رو خوب یادمه. اوایل مرداد اینا بود. با پسرعموام جلوی پنکه نشسته بودیم و یخای شربت و خرش می‌جویدیم. قرار بود برای 1 هفته خونه بابا بزرگم اینا بمونیم و بعد برگردیم اصفهان. خونه بابا بزرگم اینا بندرانزلی بود و نزدیک دریا. از اونجایی هم که صیادم بود زیاد ما رو دریا می‌برد. پسرعموام از من بزرگتر بودن، برای همین از توی قایق میپریدن تو آب برای خودشون. ولی از اونجایی که من کوچیکتر بودم، بابا بزرگ همیشه میگفت وقتی یکم بزرگتر شدی شنا رو یادت میدم تا مثل بقیه راحت برای خودت بری تو آب، ولی تا اون موقع یک کوچولو دندون رو جیگر بذار. ولی خب پسرعموام فکر میکردن حتی با اینکه سنم کمه ولی مشکلی قرار نیست برام ایجاد شه. برای همین وقتی پدر بزرگم حواسش نبود دستمو گرفتن و کشیدنم تو آب. از سرمایی که یهو توی جونم افتاد جا خوردم. چشمامو باز کردم و اونو دیدم. یه سایه، یه ماهی، یه موجود، نمیدونم والا اسمشو باید چی بذارم. تو دریایی به اون بزرگی که پام به جایی بند نبود چیزی رو دیدم که باعث این ترس شد. چیزی که میدونم به جز یه توهم از روی ترس افتادن توی آب نبود، اما بازم نمیتونم فراموشش کنم. ترسی که بعد دیدنش توی من نفوذ کرد چیزی نیست که بتونم از شرش به این راحتی خلاص شم. این ترس روز به روز بیشتر و بیشتر وارد جسمم و روحم میشه، باعث میشه ذره ذره عقلانیتم رو از دست بدم. زمزمه های میشنوم با اینکه فقط توی سر من احساس میکنم هر لحظه ممکنه شینیدنشون کرشم.
باعث میشن سرم گیج بره، پاهم شل بشه و آرامشم از دست بدم، مثل مرغ سرکنده دور خودم بچرخم. دعا میکنم که ای کاش این عذاب زودتر تموم بشه. این صداها خاموشن، کسی متوجه نمیشه، خودشو جام نمیذاره هیچ کس. الو. به به، سلام داش فردین، چطوری؟ سلام، چطوری؟ منم خوبم. تو چه خبر؟ منم هیچ. راستش خیلی وقت بود ازت خبر چون توی نداشتم. ترسام گم گفتم شدم. زنگ بزنم بگم با بچه ها برنامه شمال چیدیم، ویلا و دریا همه چی جوره، بیا تا بریم. حالا چی بگم؟ من راستش یه کمی کار برام پیش اومده، فکر نکنم بتونم برسم. باشه، برای بعداً دفعه بعدی میام. ببین حواسم هست هر دفعه میخوایم بریم آب تنی کنیم میپیچونی نمیای یا همشون فهمیدن. بابا اینجوری هم نیست دیگه، باور کن. حالا دفعه بعدی حتما باهاتون میام، یعنی یه قول میدم. باشه، هر جور خودت میدونی. فعلا خداحافظ. تا کی باید اینجوری زندگی کنم؟ تا کی باید بهش اجازه بدم منو اینجوری تو مشت خودش نگه داشته باشه؟ بسه دیگه. آخه تا کی؟ من نمیتونم اینجوری ادامه بدم، نمیخوامم که اصلا اینجوری ادامه بدم. من باید باش روبروشم. اگه همین الانم این کارو نکنم، یعنی باید تا آخر عمر زیر سایه اون زندگی کنم. زیر سایه اون زندگی کردنم یعنی دست کشیدن از چیزایی که دوست دارم، چیزایی که برام مهمن. من میخوام برای چیزایی که دوست دارم مقابل ترسم وایسم، برای کارهایی که میخواستم انجام بدم ولی از ترس اون موجود ته چای نشد، هیچ وقت نتونستم. با جلوی ترسم وایسم تا دیگه دلیلی برای پیچوندن دوستامو نباشه. میخوام دوباره بشم همون پسر بچه عشق دریایی که یه روز بود، یه روز بودم. میخوام دوباره خودم باشم، نه اون کسی که یاد گرفتم الان باشم. میخوام دوباره بشم فردین. نگه دار هر چقدر میتونی، بیشتر. یه وقت اجازه بده آقا، میشی جونم داداش. الو، سلام فرزان، خوبی؟ کجایی؟ ما راه افتادیم. خب دقیقا کجا؟ الان دم کوبه بنزین دم اتوبان هستیم. وای میسید من خودمو برسونم؟ ببین به جون بیا. آره اومدم. الان دیگه میتونم دوباره خودم باشم. احساس بی‌وزنی میکنم، انگار تو آب شناورم، انگار باز به خودم برگشتم. بالاخره تونستم این کار رو انجام بدم. بالاخره تونستم با ترسم روبروشم، تازه تا آخرش هم جا نزنم. به سر بالاخره تموم شد.